سلام، خوش اومدید به اولین پادکست من به اسم پدر و مادران بد یا پدر و مادران مقصرن. من نمیدونم. ببینیم ماها بچه های دهه 70، مخصوصا دهه 77 به قبل، یعنی 77 76 75 اینا، به همون میگن نسل سوخته. میخوام ببینم که آیا این واقعیت داره یا نه. من چند وقت پیش داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، قبل از اینکه اینا بگم میخوام برم بیرون، گفتم همزمان که دارم حاضر میشم باهاتون یه ذره صحبت کنم. چند وقت پیش داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم. این دوستم از منم بزرگتره، فکر میکنم متولد 71 72 73 اینا باشه. بعد این دوست من برگشت گفتش که داشتیم صحبت میکردیم همینجوری. خب این من از دوران دانشگاه با این دوستم آشنا شدم و اینکه اینو میشناسم. این دوستم خیلی دختر خوبی بود، خیلی 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 دختر خوب و با معرفتی بود، اما یه مشکل، همیشه احساس اینو داشتیم که مثلا من اول که فکر میکردم که این دختر خیلی دختره آزاد و خفن و مثلا هر موقع بخواد میره و میاد و اینا. بعد که باهاش بیشتر رفتم اومدم دیدم نه، اصلا اینجوری نیست. با اینکه من خیلی بزرگتره ولی توی سیستم خانوادگیش یه حسی بودش که مثلا باباش اجازه نمیده خیلی کارا رو کنه، یا مثلا اینکه اگه بخواد تا یه ساعتی بیشتر بیرون از خونه بمونه خیلی بهش گیر میدن و اینا. و این دوست من به خاطر اینکه حالا نمیدونم شرایط خونهشون به هم نریزه، یا مثلا چه میدونم حوصله جنگ و دعوا نداره و اینا، برای همین هیچ وقت هیچ اعتراضی نمیکرد. نه تنها این، خیلی از ماهایی که اون دوران توی همین سنا بودیم، زمانی که این اتفاق واسه یه ماها میافتاد، هیچ کدوممون هیچ اعتراضی توی خونه نمیکردیم، چون مثلا سیستم کلا همین بود. مثلا اینکه مثلا دختره بیاد بگه که میخوام برم الان بیرون، به شما ربطی نداره، نمیدونم من که نباید از شما اجازه بگیرم، اصلا همچین چیزایی واسه ما قفل بود. این دوست من الان به ماها هیچ وقت نتونستیم خیلی مستقل باشیم. یه سری از این دهه ما به دو گروه تقسیم می شدیم. یعنی یه گروه که خیلی خانواده اوپن مایندی داشتن، یه گروه خانواده بسته بودن. حالا توی این خانواده بسته یه گروه بودن که حالا به هر نوعی این اجازه رو میگرفتن که حالا نه اون موقع ها، مثلا بعد از دانشگاهشون بتونن برن سر کار. خیلی از اونا اجازه حتی سر کار رفتن نداشتن، یعنی بعد میشستن خونه تا زمانی که مثلا یه نفر بیاد بگیرتشون بره، مثلا همچین سیستمی به. این دوست من داشت میگفت، بعد این دوست من بسیار بسیار آدم خلاقیه، یعنی اصلا این خیلی هنرمنده، واقعا دختر هنرمندیه. از نقاشی بگیر، نمیدونم سفالگری بگیر، اصلا یه آدم خیلی خاصیه. بعد وقتی هم که مثلا بعد بسیار آدم انرژی بالایی داره و خیلی مدیتیشن میکنه و نمیدونم خیلی تو این داستانا هستش. حالا یه داری نزنه. بعد هیچ بذار من تو آینه اینو میزنم. آقا این دختر ماتیکم شکست. آره این دختر داشتیم با هم دیگه چند وقت پیش صحبت میکردیم که میگفتش که من داشتم بهش میگفتم وای چقدر این نقاشی جدیدات خفنه، چقدر به روزه، چقدر جالبن و اینا. هیچی آقا این برگشت به من گفتش که مرجان میدونی من هر چقدرم تلاش میکنم تا زمانی که خانوادم اون حس مثبت رو بهم ندن، اون برام مهم نیستش موفقیتم چقدر بوده و چه جوری بوده. و من اینجوری بودم که خب نه، چه ربطی داره فلانه، تو خودت باید موفق بشی، خانواده ها هر کدومشون یه طرز فکرایی دارن، ما نمیتونیم باهاشون کنار بیایم و اینا. گفت نه مرجان، من هر کاری که میکنم و با کلی شوق و ذوق که میرم بهشون نشون میدم، برمیگردن میگن که خب که چی حالا، مثلا خب فکر نمیکنی حالا بری کلاس بهتر نمیشه،
به من با خانواده این دوستم هم مثلا رفت آمد داشتم و میشناختمشون. خیلی خیلی خانواده خوب و محترمی داشتن، خیلی. و مثلا اینجوری نبود که فکر کنین خیلی خانواده بسته نمیدونم فلان و اینا، نه اتفاقا خیلی خانواده پایه‌ای بودن، ولی فقط تو جمع خانواده. یعنی دخترشون حق نداشت که بخواد خودش بتونه جداگانه خوش بگذرونه، میخواد خوشگذرونی کنه فقط تو جمع خانواده. هنوزم فکر میکنم همینجوری باشه، با اینکه خیلی از هم دور شدیم چند وقته، یعنی همدیگر ندیدیم چون اونا رفتن یه شهر دیگه، منم که کلا مهاجرت کردم. بعد گهگداری با هم پیام و اینا میدیم. هم چند وقت پیش که داشتم باش صحبت میکردم گفتش که مثلا، گفتم که بابا طرز فکر خانواده های ما، اونایی که اونجورین، اینن که مثلا تو بری سر کار یه حقوق چیز خوب داشته باشی، یه حقوق ثابت داشته باشی، این میشه پیشرفت برای تو، اصلا غیر از این مثلا معنی نداره. و اینکه برگشت گفتش که من یه سری وسایلی که مثلا باباش میساخته رو فروخته بوده، مثلا باباش زیر قیمت میخواسته بفروشه، هیچ مشتری براش پیدا نمیشده، این به قیمت مثلا خیلی بالاتر فروخته بوده، همه‌شو با هم فروخته بوده و کلی میخواسته که مثلا برای خانواده مفید باشه، مامان باباش و اینا مثلا بهش افتخار کنن. مثلا کل دقش این بود که میگفت دریغ از یه دونه تشکر که اینا بخوان از من تشکر کنن که مثلا چقدر دست در نکنه، مرسی فلان و اینا، مثلا هیچی بهش نگفته دادن. و این الان یه دختر شاید 30 اینطورا بسیار از درون شکسته شده و میگه که خودش به هم میگفت که من سر یه پله وایستادم و نمیتونم بالا برم و نه اینکه قدرت اینو دارم که بیفتم، یعنی نمیتونه حتی بیفته، یعنی اگر بیفتم که حداقل میگه آقا من افتادم تموم شد همه چی، نمیتونه هیچ کاری بکنه، داره همش درجا میزنه روی پله، فقط داره میره بالا پایین. یا مثلا یکی دیگه از دوستای من، این دوست من خیلی دختر خوشگلیه و اینکه این دوست من یه خانواده‌ای دارن 4 نفره، اما نمیدونم، ببینید آخه سیستم‌های خانوادگی‌های ایران خیلی عجیب شده. حالا این داستان دوستم رو توی پادکست دیگه واسهتون توضیح میدم، اصلا ولش کن، میخوام فقط الان اینو بگم. ماها آدمایی بودیم که توی یه تنگنایی قرار داشتیم، ماها که میگم یعنی امثال ماها دهه 70ها، که در زمان خودمون میخواستیم خیلی پیشرفت کنیم اما نمیتونستیم، چون اصلا حالا میخواد بگیم اجازه خانواده رو نداشتیم، پشتوانه نداشتیم، میگم یه عده ها دو گروه تقسیم میشدیم و این قضیه خیلی خیلی ماها رو سرفکنده کرد توی خودمون. شاید از بیرون خیلی مثلا امثال ماها رو که ببینه فکر میکنه که من میگم ماها به خاطر اینکه مثلا نخوام خودم رو از شماها جدا کنم و این حس بین خودمون قوی تر بشه، وگرنه خب هر کسی 100% داستان سختی تو زندگیش داشته، حتی از اونایی که اوپن مایند بودن و نمیدونم همیشه هر جور که دلشون خواسته زندگی کردن، یه سری مشکلات خاصی تو زندگیشون داشتن. ولی من دارم اینجوری میگم که مثلا حس صمیمیتمون بیشتر بشه. ولی اینکه حالا مثلا من میگم مشکلات، شاید مثلا این مشکلاتی که من الان دارم براتون تعریف میکنم در مقابل مشکلاتی که خیلی های شما دارید هیچه، یعنی اصلا. ولی میخوام بدونم که مشکل از کجاه. ببین الان ما توی سنی بودیم که میتونستیم خیلی کارا تو اون موقع بکنیم. الان خیلی از بچهای دهه 80 که من میبینم 82 83 همشون سر کار میرن، همشون دارن تلاش میکنن واسه زندگیشون برای اینکه رو پا خودشون وایسن. خیلیاشون از همون سنا مستقل شدن و هیچ کس هیچ کاری بهشون نداره، خب رو پای خودشون دارن وای میسن. ماها تو زمانی بودیم که نه میتونستیم رو پای خودمون وایسیم، نه میتونستیم خوشگذرانی خیلی زیادی داشته باشیم. مثلا همین دوست من که میگم مثلا باید ساعت 4 عصر به بعد حتما خونه میبود، یا مثلا یکی دیگه از دوستام نمیتونست اصلا از خونه بیاد بیرون، اگر مثلا فقط به بهونه این که مثلا آقا من خرید دارم میخوام برم بیرون یه خریدی بکنم، اصلا اینکه کافه بخواد بره یا مثلا بخواد با دوستاش بره بیرون، اصلا خیلی
غیر معقولی بود که اصلا تو خانواده های اون زمان، حالا باز من توی شهر خیلی کوچیک‌تر بودم، شهر بزرگتر شاید سیستماشون فرق، تو شهر ما حداقل من توی تایمی که دبیرستانی بودم و دانشگاهی بودم دور و بر خودم از 30 تا دانش آموزی که تو دبیرستان بودن رو میشناختمشون و تو دانشگاه بودم و همکلاس نبودیم ولی خب ارتباطامون رو داشتیم. دست کم 20 نفر این چیز بینشون مشترک بود که خانواده ها اجازه بیرون رفتن به اینا نمیدادن، سیبیل نمیتونستیم بزنیم، ابرو نمیتونستیم برداریم. این سیستم بود و ماها اون زمان نتونستیم کاری بکنیم و حتی تایم خوشگذرانی هم نداشتیم. اگر تایم گیر می آوردن بچه‌ها اینجوری بودن که خب حداقل این تایمی که داریم رو بریم یه ذره خوش بگذرونیم. خب خیلی از شکستایی که تو زندگیشون خوردن، از شکستای عاطفی بگیر تا شکستای همه قشر اون عواطف و نمیدونم احساسات و اقتصاد و فلان و اینا، به خاطر این درگیری با خانواده بود. یعنی بزرگترین مشکلاتشون این بود که تو خانواده اون آسایش روان رو نداشتن و الان دیگه نمیتونن هیچ کاری بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ببین من منکر این نمیشم که هر موقع که بخوای شروع کنی دیر نیست و باید تلاش کنی واسه آینده بهتر، اینو میدونم، اما میدونین یه حسی هستش داخل وجود انسان به اسم حس تراوت و وقتی که شما اون حس تراوت و سرزندگی رو دیگه توی وجودت نداشته باشی نمیتونی شروع به هیچ کاری بکنی، نمیتونی. خیلی سخت غلبه کردن به اون پیری درونیتون که مثلا دختری که مثلا میتونست الان 30 سالشه و میتونه کلی خوشحال باشه، با آدمای مختلف رفت آمد کنه، زندگیشو داشته باشه، الان درگیر قصه خوردن برای گذشتهشه و همینطور نساختن آیندهش. یعنی وقتی تو داری قصه گذشته رو میخوری ناخودآگاه نمیتونی آیندهت رو درست کنی و وقتی که نتونی آیندهت رو درست کنی ناخودآگاه هر چی سه میره بالاتر دوباره گذشته، کاش پارسال فلان کار میکنم، کاش 2 سال پیش فلان کار میکردم، کاش همش کاش کاش کاش. چرا؟ به خاطر اینکه همش در حال جنگیدن با خودشه. و من دوستایی که دارم بهتون میگم خیلی هاشون هنوزم که هنوزه درگیر همین بستگی و خفگی خانواده هستن. به خاطر چی؟ به خاطر حالا مادر چجوری بگم، یه اسمی بگم که مثلا بعدم نباشه، یه مادری که فکر میکنه دلسوزه ولی داره بزرگترین ضربه رو به بچهش میزنه، یه پدری که فکر میکنه که درسته همه کاری که داره انجام میده فقط به خاطر حالا مردم چی میگن، آبرو، دختر منه، فلانه، و اون حس اون غالب بودن به خانواده و اینکه بخوان مردونگیشون رو اینجوری ثابت کنن. هنوز که هنوز دختری که الان نزدیک به 30 سالشه، دختری که 30 سالشه، دختری که 31 2 سالشه نمیتونه رو پای خودش وایسه و نمیتونه حتی سرپا وایسه. از اون شکستایی که تو خانواده‌اش خورده نمیتونه سرپا وایسه. خیلی از این حسا درونیه، خیلی از این حس. یعنی تو میتونی بگی که آقا به درک اینا اینجوری نمیکنن به جهنم، ولی هر کسی این توانو نداره که بتونه این کارو بکنه که بگه به درک میرم پای خودم وای میسم، نمیخوان نخوان پشت میکنم بهشون فلان میکنم بعدن اینجوری. خیلی ها این چیزو ندارن، چی بهش میگن، این قدرت رو ندارن، چون آدما که همه شبیه به هم نیستن. خیلی ها این قدرت رو ندارن، خیلی ها این قدرت رو دارن و آقا شروع میکنن و شاید تو سن 40 سالگی اصلا به اون دوران طلایی اوجشون برسن. ولی میخوام بگم که اینا همه عمر ماه که داره میگذره. و این دوست من الان همیشه توی حالت خلایی داشت تو وجودش، ولی الان توی بحبوحه 30 سالگیشه، چون ما میدونیم که هر دهه به دهه آدم یه بحرانی رو میگذرونه تو سن. واسه یکی حالا مثلا 22 سالگیه، یکی 20 سالگیه، یکی 18 سالگیه، هر کسی یه بحرانی داره و این خیلی جالبه که من فکر میکردم همه اینا مثلا قبلا فکر میکردم که چرت و پرته، اما بعدا متوجه شدم که نه، واقعا وجود داره این بحرانه. و این دختری که تو الان تو بحران 30 سالگیشه داره یه
جامپی میزنه، یه پرشی میزنه واسه یه زندگی دیگه، هیچ انگیزه و هیچ قدرتی رو نداره. خیلی دوست داشتم بهش کمک کنم، ولی خب میدونین وقتی که تو از درون نمیتونی هیچ چیزی رو قبول کنی، ناخودآگاهت اینه که این مشکلات میمونه تا خودت بخوای مقابلش بایستی. و اینکه از خانواده های محترم خواهش میکنم، الان که زمانه خیلی عوض شده، اصلا الان خانواده های الان رو من اصلا نمیتونم در موردشون هیچ چیزی بگم، نه شناختی ازشون دارم، نه تو زندگی هاشون بودم، هیچی. ولی میخوام بگم که خانواده های بچه های این سنی 70 یک ذره بیاید بیرون از اون ذره، یه ذره فکر کنید. ببینید البته اونا هم دیگه آخه نمیتونن، چجوری باید مثلا یارو 50 سال اینجوری زندگی کرده، اصلا واسهش یه تابو خیلی بزرگه مثلا بهش بگی که آقا اینه قضیه، اصلا آدم نمیدونه واقعا باید چه کار کنه. و من این پادکست رو ساختم که با همدیگه صحبت کنیم واسه بچه‌هایی که همچین مشکلاتی که توی زندگیشون داشتن و بیاین با همدیگه صحبت کنیم. من آدرس اینستاگراممو میذارم داخل دیسکریپشن و اینکه کامنت برام بذارین و از مشکلاتتون بگین. شاید بتونیم سری بعدی با یکی از شماها یه پادکست بذاریم و از مشکلاتتون با همدیگه حرف بزنیم. شاید من بتونم اون دوستم رو راضی کنم که بتونه بیاد با همدیگه صحبت کنیم. نورم داره میره دیگه، تاریک داریم میشیم. آره بیایم با همدیگه صحبت کنیم، بتونیم به یه جنبندی برسیم، به اینکه یه کاری انجام بدیم، هر کسی از اون تجربیاتش که چجوری تونسته خودش از این مخمسه بکشه بیرون و چه سختیه هایی رو تحمل کرده تا از این بحبوحه کشیده بشه بیرون و در اشتراک همدیگه بذارن و بتونیم یه جامعه سالم، هر چند کوچک، حتی اگر میخواد اون جامعه کوچیک ما 3 نفر باشه، میخواد 4 نفر باشه، ما بتونیم 4 نفر رو از یه سختی بکشیم بیرون. این خودش میشه انگیزه واسه حتی بقیه. جامعه داره خیلی عوض میشه، زندگی ها داره عوض میشه، ولی ماها، امثال ماها که تو اون دوران و اون شب زندگی بودن و بودیم، نمیتونیم خودمون رو دیگه وقف بدیم و باید یه کاری کنیم که از اون منجلاب کشیده بشیم بیرون. خواهش میکنم که این پست من رو، این ویدیو من رو لایک کنید، شیر کنید برای دوستاتون که بتونیم تجربیات همدیگه رو برای همدیگه به اشتراک بذاریم. شاید بتونیم مثلا با همدیگه یه کاری را بندازیم، شاید بتونیم یه انجمنی رو تشکیل بدیم، شاید خیلی چیزای دیگه. باید آدم مثبت باشه، حتی اگر از خونه نمیتونه بزنه بیرون. الان چیزی که در اختیار هممون یه گوشی هستش، شاید بتونیم با این گوشی خیلی کارا بکنیم، شاید بتونیم با همین گوشی ارتباطات خیلی قوی با هم دیگه برقرار کنیم. میدونم که الان جامعه ما خیلی داره با بیپولی و پول درآوردن دست و پنجه نرم میکنه. ما بتونیم از تجربیات پول درآوردن و حتی بتونیم یه گروه خیلی خوب با هم تشکیل بدیم. دوست دارم که باهاتون این موضوعات رو در اشتراک بذارم. چقدر تاریک شد. آره و اینکه حالا پادکست های دیگه هم واسهتون میسازم در رابطه با مهاجرت، در رابطه با رفیقای خوب، در رابطه با رفیقای بد، در رابطه با روابط عاطفی. تمام اینا تجربیات دوستان و خود من هستن. مثلا مهاجرت خود من، شکستای عاطفی از دوستای خودم، از تمام کسایی که دور و برم هستن میتونم واسهتون یه سری تجربیاتی بیارم. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید. من قول میدم که تو ویدیوهای بعدی کیفیت ویدیو خیلی بالاتر بره اگر حمایت بشه و من بدونم که شماها این سبک ویدیو رو دوست دارید. حتما براتون کیفیت ویدیو رو بالا میبرم، دیزاین ویدیو رو درست میکنم. فقط این یه ویدیو یهویی بود، میخواستم برم بیرون و گفتم که بهتره که با هم دیگه یه صحبتی کنیم. همونجوری که دارم آزار میشم چون همون بودم، مامو خوشگم بودم، بیام یه صحبتی کنیم. خیلی تو دلم مونده بود این غم دوست خودم داشتم که غم قصه خودمون کم بود، حالا باید غم قصه رفیقامون هم بخوریم. آره خلاصه که اینجوری خیلی خوشحال شدم که اومدم این صحبت ها رو کردم. دوست دارم که شما هم حتما نظرتون رو بهم بگین. تا یه پادکست دیگه